I'm pleased to announce that Gilead now has президент ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ باور دارد که کشورش تا آخر سال روان واکسین ضد کرونا ویروس را در اختیار خواهد داشت. این در حالی است که کارشناسان ساحه تندرستی میگویند برای تهیه چنین واکسن و استحصال مقدار ضروری آن احتمال کمش 1 سال ضرور باشد. ترامپ تلاش دارد تیر ماه سال روان بار دوم به کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا انتخاب شود. او می‌خواهد بزرگترین اقتصاد عالم را که در دوره کرانتین و گوشه‌نشینی با بیکاری و خوف رکود مواجه گردیده است، دوباره فعال کند. در ایالات متحده آمریکا بیش از 1,100,000 نفر گرفتار کووید 19 بوده، بیش از 66,000 نفر از این بیماری به هلاکت رسیدند. فعلا صدها شرکت و پژوهشگاه طبی در پی اختراع و استحصال داروی کووید 19 می باشند که سرچشمه آن کرونا ویروس است. روز 4 می اتحادیه اروپا و سازمان جهانی تندرستی کنفرانس اینترنتی یا خود آنلاین برپا نموده سرمایه‌گذاری تحقیقات مربوط با معالجه کووید 19 را بررسی می کنند. پیش بینی می شود که ایالات متحده آمریکا در سرمایه‌گذاری این طرح بین المللی زیر نظارت سازمان جهانی تندرستی شرکت نورزد. در عرفه نشست وزیر تندرستی آلمان ینس اسپن گفت که شاید برای تولید واکسن ضد کرونا ویروس سالها ضرور باشد.